همدیاران عزیز ما آمدیم دیگر باغ جلال بوی. ترکیش خیلی جلال بی میشد ما جلال بوی میگیم. ما آمدیم پیش درخت زیتون. این زیتون حالی بیاید جلال بوی ما میپرسم در دویم نوار چند ساله هست. این زیتون رو ببینید چقدر بسیار بستگی است. این هم در زمینی سنگلاخ. این هم در زمینی سنگلاخ. همگی باشد اگر یک وجب خاک است. دیگرش همش سنگ است. شلنگ پرتافتگی آبی قطرگی پرتافتگی همین آبی قطرگی خط آب میتن. و ببینید چقدر بسیار بستگی. این کلی خام و این پزا تماما خام میشه زمین. ما سپتامبر آخرش خام این نوامبر دکمبر میپخته باشه. آخر نوامبر. آخر این پزا دیگر خام میشه. وقتی که پختنش ما میدونم که میوه وزن میگیره. سیاه میشه حالی. سیاه شده بعد این با خام میشه. این زیتون رو ببینید. همدیاران عزیز. اگر در محلهایی که زیتون شود در خودمون باز میپرسیم در کجا میشود. البته زیتون هم کردن در کار چون که زیتون روغن نغز میتید از میوه خوب میتید صادراتش قیمت است سلات خوش میتید سلات میتید این فایده‌ناک از زیتون این ببینید سان نامش برکت درختی قرآن اومده نامش برکه در خدا برکه برکه بوده است من نمیدونستم من حاجی گفته شتین برکه بوده است اکه منور دیدید چه بست است یک نزدیک کرده ببینید انا این درخت زیتون بود همدیارانی عزیز چهل بستگی انا این سیاه شده است این ببینید نزدیک بیار انا پخته است دیدید این دیگه سورت این مایده تر این دیگر سورت ها و کلون ولی نپخته است و کلون یک تا نیم تا باید پخته است اون بالاش با هست سیاه دیدم دیگه این مایده این دیگه سورت این مایده تر از بیاد خودش میگه کدام سورت اینو ببینید علاقه سیاه پخته است این زیتون اینو گیرید اینو ببینید چه بسیار بستگی ها خدا کنه تاجیکستان را زیتون زود کنه توزیکش ببینید یگم خیلی این درخت کسل هم نمیشه دورو هم نمیزنن فکری من اما خیر پیستش هم همین خیل به این طرف من این با یک درخت دیگرش زیتون اینو ببینید چهل درخت های توزه حاصل رو ببینید چهل حاصل بستگی انا همدیاران عزیز انا همینش این میباشد زیتون در یک سنگلاخ از طرف ترک ها پرورش کرده ایستادن دیگر هیچ نمیروید بالای سنگ زیتون پیستا بعد انجیر هم هست حالا انجیر هم نشون میتیم به شما تیز نبرید تلفن ها در میکنن اوست نوارو اوست گیرید باش برایت اوست روید انا خیلی همدیاران عزیز درخت زیتون رو هم به شما نشون دادیم حاضر جلال بوی بیاید درباره درخت زیتون به ما خاراکتریستیک میدهد در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید یا رفیقاتون رو دعوت کنید پادپیسات کنن